سلام علیکم. صبح بخیر. یک قصه نقل میکنیم برای مردم زندانی. روز اندره در کامرشته یک تاجیک میدرورن، همیشه شناس میشوند. خیلی یک از کارت بازی داره، یک از نرد بازی داره، یک از یک کار دیگه داره. یک آدم شده که بینی شکافته است. این تاجیک هم خیلی بار نگاه میکنه شه میگه برادر بینیت نکو خاصیتی بزیب داره. میگه نفهمیدم چی خاصیتی بزیب داره. میگه اگه تو بینیت کافته سی در بیره بیوت عادیخ کده سی. او میگه سرش میقپه. میگه مایلی براتن مایلی مکو در کامری دیگری آتم شده. خدا بگم که وای بینیش نکو که آچم عادیخ نکنه. یک قصه دیگه نقل میکنیم برای برادرای تاکسیست. خیلی تاکسیست چه وظیفهش گیرگشتن کار کردن. یا رختی میگذاره دو آدم من میکنه شه سوار میشن از 30-40 متر میرن. یک پیشنهادش میگه برادر جنگل ایکو میترسه بیچاره تاکسیست بیچاره میترسه میگه یا نوزن بلا این جنگل میبرن از نشین مرا ماشین ما میگیرن. خیلی میرن دوری جنگل میدونن اینجا بس میگم میسته بفروای ماشین حیران میشه. برو ککش میگه برادرو چی دار کنم طریق کن. برو ککش برو که میکشه خم شو خم میشه با این دوتا دروی است دیگه هم چیزی بخوای نیخشون گم میزنن میگم برادر برو که پشت ماشین داشتین رفتی ای جنگل میبروین میان راه دم میبروین یک میرن تا جای در کوریش میفروین یک درزه پول میتیشه تاکسیست ده. تاکسیست حیران میشه میگه برادرو ما نفهمیدیم ما ترسیدیم که شما مرا میبرین میزنین مثال ماشین ما میگینین با جنگل بردین بروک ما برآوردین اویلم کیم کجا رفت گفته نه برادر اویلت یگان جنر اینی پلکار بگی اینی جورم وقتی ما شرط کردم که کوتان چه بازی بکنه.